با مقصد شناسایی با عاقبت‌های آفات طبیعی سیل که سنه 19 ایول در بعضی از دهه‌های جماعت دهات یاری به عمل آمده بود به این منطقه سفر داشتیم. به دهه روزابناک هنگامی آمدیم که گروه کارمندان مسئول تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با وضع شناس شده تدبیرهای هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌ها را با جلب مسئولان ساختارهای گوناگون می‌اندیشیدند. خالقزاده عبدالخالق هنگام صحبت با مردم قبل از همه با عائله‌های تلفات جانی دیده اظهار همدردی نموده تاکید داشت که رهبریت در همه سطح هم حکومت جمهوری هم حکومت ولایت و هم مقامات اجرایی حاکم دولت شهر وضع را زیر نظارت قرار دادند و تمام تدبیرها را می‌اندیشند تا که عاقبت‌های آفات طبیعی هر چه زودتر برطرف کرده شوند. نظر به اطلاع رسیده سیل نسبتاً بیشتر به دهه کشتودک ضرر رسانده بود. هنگام صحبت با مردم این دهه عبدالخالق خالقزاده سراول آنها را تسلی داد و گفت که آفات طبیعی ناخواست به وقوع می‌آید و آن را تخمین و خساراتش را پیشگویی نمودن از امکان بیرون است. مردم از آنکه رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت شهر نسبت این آفات طبیعی بی‌طرف نیست و سر وقت به کمک مردم شتافته است اظهار منتداری می‌نمودند. باید تذکر داد که رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت ولایت سوخت نیست نسبت آفات طبیعی بی‌طرف نبود و سفری کاری معاون یکم رئیس ولایت سوخت خال حیدر به این منطقه علکه در روز دومین حادثه به این گفته‌ها می‌تواند دلیل باشد. خال حیدر از توجه رئیس ولایت سوخت رجب‌های احمدزاده نسبت مردم ضرر دیده اندیشه بیان نموده گفت که تمام تدبیرها اندیشیده می‌شوند تا که عاقبت‌های سیل هر چه زودتر برطرف کرده شود. ساکنان اینجا هم اظهار سپاس نمودند به راهبرانی که تقدیر خلق آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به دهه میندون آمده هنگام صحبت با مردم دریافتیم که سیل اینجا هم ضرر رسانیده است. من رئیس کمیته دهه میندونه یوسف سفر روز 19 ایول سال روان تقریباً ساعت‌های 4 در حدود جماعت دهات یاری در دهه میندونه باران شدیدناک باریده بسیار خطهای آب نوشاکی آب پالیده را ویران کرد که در نتیجه دهه و دشت و زمین‌های پالیده به آب ماندند. حالا در مسافه 500 متر خط آب نوشاکی قبورهایش کار ناشدنی شده است و قریب 70-80 متر جوی دهه و کمتر جوی دشت از حالتی کارایی برآمده است. برای همین من خواهش می‌نمایم که برای همین سوزشواری یا توربه‌های خط‌های قبورهای آبگذر با مردم ما یاری رسانید. پیشکی من به همه آنهایی که ما را دستگیری میکنند من منتداری بیان میکنم. در روز آفات طبیعی و بعد از آن با چند نفر ساکنان از ده وشیست تلفنی صحبت داشتیم و حالا یکی از آنها را پیشکشی شما مینماییم. من ساکن دهه وشیست قاضی سرسیزا واقعیت ساعت‌های 4 شب دهم ایول دهه وشیست ترانسفورماتورگی لای خپورتا سیوین نیست خطاب نشوکی 7 کیلومتر سیمچوبایتان ترانسفورماتور کپروکتان 1 2 3 4 5 6 7 خوجگی به ضرر رسان زمین های نزد حولیگیش اوغلاش ماشیناش جنازه خانه گذاشته رئیس شهر دین سحر آمدن بیگاه آمدن تو کرد آمدن بعد تشکیل کردن از سلیستانسیه و MCS و رئیس برق و همه گرفته آورن بعد بیگاه بود آمده با خبر گیته رفتن نظارت کرده رفتن تردید با نخلفت تشکیل کردن برای توضیح کردن رهای توضیح کرده آمدن گردیر زدن مردم دل برداری دادن البته یاردن میکنیم گفتن دستگیری میکنیم تنها نمیمونیم گفتن وعده هایی که رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده گفتن همون چیز اجرا شده ایستاده منتدار مایان رحمت. آفات طبیعی البته امر تقدیر است و چنین حالتها مردم را به هم میآورد. آنها متحد میشوند و خوشایند آن چیز بود که در روزهای سیل دهشتناک در بعضی دهه‌های جماعت دهات یاری آمده نیز مردم اطراف مقامات‌های راهبری از جمله مقامات اجرایی حاکم دولت شهر پنجکین سرجم آمدند و این همه دلیل بوده است که بنی آدم
اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند. چوزی به درد آورد روزگار، دیگر اوزها را نماند قرار. یعزاق المعلونوف شوسن سالیف از دههای از آفت طبیعی ضرر دیده جماعت دیوتیوری.